تولدش 1972 استقامت کننده شهر استرافشان در حولی استقامتیش واقع در کوچه پیونر خانه رقم 97 همسر 35 ساله خود مولای و گلورام میرجمایونا زاده نوحیه مسچوه را با استفاده از کارد خوجگی 13 مرتبه به عضوهای گوناگون بدنش زده جراحت رسانیده است که در نتیجه در بیمارخانه به هلاکت میرسد. رشک و بدگمانی زمینه مناقشه اویلوی است که عاقبت آن سنه 27 دکبر تقریبا ساعت 20:00 دقیقه به فاجعه انجامید. این نفران همگی 2 سال اویله‌داری کردند و از خانه‌داری مشترک صاحب یک فرزندند. مناقشه در حجره خواب صورت گرفته است. طور گمان برشده قربانوف نشان داد می‌دهد همسران از حسیات نفرت و بدبینی و غضب بی‌مورد رفتار خود را اداره کرده نتوانسته یکدیگر را لطوکوب و در حالت مناقشه از آلات کورد استفاده شده است. گفتند جایز است که احترام و یکدیگر فهمی در مناسبت‌های اویله‌داری سرچشمه خوشبختی است. در عکس حال با بیکار کردن عقد نکاح یا خانه‌داری نو نیز اویله سالم را بنیاد کردن غیر امکان است. گمان برشده الهام قربانوف 5 مرتبه اویله‌دار شده است و از 5 زن صاحب 7 فرزند می باشد. این حال از طرف پروکراتورای شهر استرافشان برای آدمکشی نسبت الهام قربانوف با ماده 104 کودکس جنایتی پرونده جنایتی آغاز گردیده چاره پیشگیری در نمود حبس تطبیق کرده شده است.